بعدی. خب شما جناب آقای؟ من آقا نیستم. خب خانومه؟ من نه زنم نه مرد. یعنی چی؟ الو خدایا شما یه همچین چیزی آفریدی؟ نه میگه نه مردم نه زن. باش خدا هم در جریان نبود. عزیزم شما برو فعلا برزخ تا همکارامون اونجا بیان برای معاینه فنی. سلام عزیزم چی شده؟ اینجا به من کلی حوری زن دادی. خب خوبه دیگه نوش جونت. مشکل چیه؟ من حوری مرد میخواستم. یعنی چی اسی؟ قربان فکر کنم رو زمین یک کشوری هست رنگ پرچمشون رنگین کمونه. آقا نمیشه که شما خودت مردی. بابا چرا نمیشه؟ الان همه رفیقای من جهنم دارن حال میکنن. سلام جانم. آقا ببخشید من 2 تا مرد میخوام 2 تا زن. چی؟ قربان ایشون ایناست که براشون فرقی نداره هر چی باشه خدا رو شکر میکنن. جانم مشکل چیه؟ آقا من پا میخوام. جان پا میخوام. ایشون فوت فیت